جای داستان استفاده کردن. من هم اول درک خودم رو، درک دانش آموزیم رو بگم که اضطراب به هر حال یک حالته، یه وضعیته که بدنمنده، ایمبادیمنت، بدنمندی، تنانگی. اضطراب تنانه هست و از جمله اینکه این بادی مایند شناختی هست، کاگنیتیو هست، هیجانی، ایموشنال هست، رئیس فاطمی به طور خیلی مبسوط خوبی توضیح دادن، رفتاری و بیهیویرال هست و کامیونیکیتیو هم هست، ارتباطی هم هست که این دوستمون الان داشتن با استاد گفتگو می‌کردن، و سوشال هم هست، اجتماعی هم هست. یک کل پیچیده است، کامپلکسیتی از هول، یک پیچ، یک کلیت، نمیشه اینو جدا کرد. استاد عزیزمون اون وجوه شناختی این کلیت رقصان رو داشتن برای ما برجسته میکردن. زبان خاصیت گزینش داره، سلکتیو. زبان باید یک چیزی رو انتخاب بکنه، اون رو توضیح بده. تا ما سخن میگیم جنایت میکنه، چون طبیعت رو از اون کلیتش در میریم، جز به جز میخوایم بررسی کنیم. حالا این گناه هم نداریم، ما این زبان ما اینطوریه. عرض کنم که من از ابتدا پس زمینه ذهنم رو بگم که شما بهتر بنده بتونید نقدی بکنید و هم استادان این سو هم اون سو. ببینید، من از این جهت میخوام بیشتر بحث بکنم که اضطراب به شکل اجتماعی ساخته میشه. سوشال کانسترکت، یک سازه اجتماعی است، به شکل اجتماعی ساخته میشه. چرا؟ چون انسان یک موجود، این بادی مایند که عرض کردم، بایو سایکو سوسیو کامیونیکیتیو، یک انسان موجود بیولوژی و شناختی و روانی و ارتباطی و اجتماعی است. حالا از این جهت که من میتونم بگم که مجموعه اختلالاتی یا حالتهایی یا همون سانحه دیدگی هایی که استاد فرمودن به وجود میاد که اضطرابه. میتونه ریشه های ژنتیک داشته باشه، میتونه ریشه های مغزی داشته باشه و نه اینکه مغز همیشه هست. من میخوام اون وجوه برجسته شو بگم، بدنی، رفتاری و یا اجتماعی به ارتباطی باشه. من ابتدا بگم ما یه چیزی داریم، آقای دکتر میتونن توضیح بدن، اضطراب اجتماعی. اون رو موضوع بحث من نیست. این سوشال انکسیتی دیز اوردر یه چیزی است که باز در حوزه روان پزشکی بحث میشه. یعنی مثلا علائمی داره، مثل ترس از قرار گرفتن در یه موقعیت‌های مختلف، مثلا هراس اجتماعی، سوشال فوبیا، یا مثلا این که بعضیا از تعامل با مردم واهمه دارن. دیدید مثلا معلم‌های دوستان که بیشتر معلم کردن، کم رویی. من واقعا بعضی از بچه‌ها در این 40 سال معلمی، واقعا بعضی از بچه‌ها رو سعی میکنم از اون درون خودشون بیارم به صحنه، نمیتونن و البته بعداً هم میتونن، یاد میگیرن. دلواپسی آیش رو فرمودن. این کمرویی غیر از شرم اخلاقیه، کمرویی همون سانحه هست که فرمودن. به هر حال یک نوع بی‌اعتمادی، یک نوع افسردگی، انزوا با خودش داره و یک نوع علائم دیگری مثل لکنت و اینا که یه آیه تو تعریق و اینا رو فرمودن، پریشانی و اینا. اما من اصلا در این حوزه ها نه به عنوان یک دانش آموز کار کردم و نمیخوام بحث کنم، تقسیم بحثی هم که شده برای من این موضوع نیست. من از اضطراب جامعه میخوام صحبت کنم، نه اضطراب اجتماعی. جامعه مضطربه و جامعه مجموعه افراد هم نیست، یه کلیتی است که ما هم
اجتماعی هستیم و در اون اضطراب درگیریم. من آقای دکتر مطرح فرموده بودن که الان هم عرض کردم خدمت بزرگواران که فرموده بودن اول شما مطالعات اجتماعی در اضطراب رو توضیح بدید و بعد فرموده بودن که معیارهای جامعه آرام و مضطرب. من در این نیم ساعت اول که بخشش گذشت سعی میکنم این دوتا رو خیلی سریع بگم تا بعداً از استادان به شما استفاده کنم. ببینید اطلس دانش ما درباره دانش اجتماعی درباره اضطراب خیلی فراوونه. من باز گزینش کردم در این نالج مپینگ میگن، نقشه دانش، نالج مپینگ سوشال استادیز اضطراب چیه؟ نقشه دانشش. این نقشه دانش دست کم من 16 تا کلاستر، 16 خوشه در حوزه مطالعات اجتماعی اضطراب وجود داره. این نشون دهنده اینه که اضطراب چقدر مهمه و برای جامعه ایران هم بیشتر مهمه، چون من درس پس میدم به عنوان دانش آموز در اون سیاه مشکی دارم ذهن و همه چیز اونجا مبسوطاً توضیح دادم، مثلا بررسی کردم خیلی تحقیقات از جمله این که لغتنامه عمید و دهخدا و نمیدونم فرهنگ معین رو بررسی کردم، دیدن اصلا در واژه زبان فارسی واژه‌های اضطراب و هیجانی و ایموشنال زیاده، اصلا بدن بیشتر به کار رفته و زمینه‌های ایموشنال و عاطفی هم در عقل حماسی ما، عقل پهلوانی ما و هم در عرفان ما زیاده. یعنی چه در شاخه پهلوانی و چه در شاخه عرفانی می‌بینید که ما همیشه اگر هم لشکر انگیزده ما هم به هم می‌سازیم، من و یار به هم می‌سازیم و یک دنیا رو بنیادش رو به هم می‌ریزیم. برای جامعه ایران پس این خیلی مهمه. من خیلی سریع یکی مطالعات تغییرات اجتماعی سوشال چینجز، تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیک، گسسته‌ها، پارادایم‌ها عوض میشه و این سبب میشه که جامعه مضطرب میشه. الان جامعه ما در این چند دهه گذشته بسیار تغییر پیدا کرده. سوشال چینج که نمیخوام حالا فقط طرح بحث میکنم. شما ببینید تکنولوژی چه تغییراتی درش اتفاق افتاده در همین 2 دهه گذشته. البته دوستان نسل جدید شاید این تغییرات براشون تجربه هست، ولی برای ما یک جنبه بیشتری داره، چون ما در پارادایم‌ها پیشین زندگی کردیم. برای یکی مطالعات تغییرات اجتماعی، دوم مطالعات آنومیه. مثلا کسانی مرتون و دیگران کار کردن که به هم ریختگی اجتماعی، مثلا چطور میشه که جامعه اهدافی به تو میگه اما وسایلشو نمیده. در جامعه ما اهدافی مشخص شده ولی وسایل رسیدن به اون اهداف وجود نداره، سانحه، مضطرب میشیم. جامعه میگه اینا رو خوبه ولی شما هیچ وسیله‌ای برای این چیزا ندارید، این مطلوبیت‌ها، این یوتیلیتی‌ها ندارید. من بگذارم یعنی اون ضعف هنجاری، بی هنجاری، این وضعیت آنومیکی که در خیابان‌ها وجود داره که من از این برای کوچه 6 متری به اونور میرم چون من بیشتر با وسایل عمومی میرم میام، عادتمه. از این کوچه‌ها میرم واقعا مراقب نشم، آدم‌های بسیار متمدن، بسیار با وجاهت منو زیر میگیرن. خیلی ساده. یعنی واقعا یعنی آدم‌های خیلی خوبن، اما سوشال کانستراکشن، اضطراب اجتماعی ساخته شده و من سانحه‌اش رو میبینم اگر مراقبت نکنم. اصلا سیستم‌های حمایتی وجود نداره، شما باید خودتون رو حمایت بکنید. این خودش یک تنهاییه، این خودش یک اضطرابه، همون سانحه است. سومی مطالعات سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال استادیز. مطالعات سرمایه اجتماعی میگه که شما به پول مملکت اعتماد ندارید، به نهادها اعتماد ندارید، به دولت اعتماد ندارید، دولت هم به شما اعتماد نداره. خب و بعد به قوانین اعتماد ندارید، به سیاست‌های موجود اعتماد ندارید، به همسایتون اعتماد ندارید
قرض نمیتونید بدید، حتی بدونید که خیلی نیازمنده توجیه میکنید که بابا عقلانیت کجا رفته، از کجا میتونه، این زندان همش چک هاست. ببینید پس این که ما همدلی، شفقت، پیوند، اینا همشون ببخشید سرمایه های اجتماعی هستند، اعتماد، مشارکت، همدلی، پیوند، اینا وجود کم شده، فرسایش پیدا کرده، این خودش یک اضطراب. بعد مطالعات مراقبت اجتماعی چیزی وجود داره به نام سوشال کیر. چقدر جامعه از شما مراقبت میکنه اون سانحه. من از این استعاره استاد میخوام هی استفاده بکنم، خیلی استعاره قشنگیه که جامعه کیر نداره، شما مراقبت نمیشید و مدام در اینرسی، در زوال مدام باید مراقبت، خودتون از عهده‌تون بر نمیاد که خودتون رو به تنهایی مراقبت بکنید و احساس خیلی تنهایی میکنید. بعد مطالعات سیستم های اجتماعی، مطالعات جامعه شناسی سازمان، حالا من اینجا وارد نمیشم، جامعه شناسی سیاسی، یکی از مباحث بسیار مهم خوبی که در اضطراب در حوزه مطالعات اجتماعی وجود داره مطالعات جامعه شناسی سیاسیه. یکی مسائل کیفیت حکم روایی است که دیگه روشنه. یک حوزه مطالعات پیمایش وجود داره، یکی از بهترین اینها همین World Values Survey اینگلهارت که 2-3 سال پیش فوت کرد، جامعه شناس بسیار کهنسال بزرگی که در سطح بین‌الملل پیمایش‌های بسیار قدری انجام داده بود، از جمله اون World Values Survey پیمایش ارزش‌های جهانیش که الان موج 7مش هم شب یا الان جستجو بکنید هست. اونجا مثلا می‌بینی که ایران، لکه های کشورها رو ببینید، ایران یه جایی قرار داره که اونجا مردم سلف اکسپرشن نمی کنن، سروایو می کنن. مثلا یه طیفی داره اینگلهارت در این پیمایش ها، چه مقدار مردم خودبیانی و خودشکوفایی میخوان بکنن صبح که میان بیرون و چه مقدار میخوان خودشون رو سر پا نگه بدارن، سروایو بکنن. ما میبینیم که جامعه ایران اونجا در اون سروایوینگ بیشتر قرار گرفته در معنای وسیع اجتماعیش. من عرض کردم من فردی صحبت نمی کنم، خیلی در جامعه ما خیلی جوانها، خیلی انسانها در حال شکوفایی هستن، اما کل جامعه مود چی داره؟ سروایوینگ داره. خودتو سرپا نگه بدار. رئیس دانشگاه میخواد خودش رو سرپا نگه داره، رئیس جمهور میخواد خودش رو سرپا نگه داره، تا یک شهروند عادی مثل من هم میخواد خودش رو سرپا نگه داره. خب این سرپا نگه داشتن یک نیازهای ارضا نشده و یک حس عدم تحقق ذات، من سلف اکچوالایز نمیشم، من نمیتونم متحقق بشم، از این ناکامی، از این که من میمونم و نمیتونم متحقق بشم، خودش یک اضطراب‌های عجیبی داره. و یک نمونه عرض کنم که مثال میگم، البته این نمیدونم آقای شما این گالوپ رو دیدید، یک گالوپ یه پیمایشی داره به نام گالوپ گلوبال ایموشنز. استاد نمیدونم این رو ملاحظه فرمودید یا نه، خیلی وحشتناکه. این گالوپ خب یه مؤسسه هست و شناخته شده هست و سالهاست کار میکنه، چند دهه. این بحثی داره که گالوپ گلوبال ایموشنز درباره نظام‌های عاطفی در جوامع کار میکنه و توضیح مختصری خواهم داد الان چون میخوام یه جنبندی بکنم. یادتون باشه اینو توضیح بدم. مطالعات رسانه، بازنمایی هایی که رسانه میکنه، الان یه مدتی قبل بعضی از مثلا متفکران میگفتن اصلا شما از رسانه استفاده نکنید برای اینکه واقعا اضطرابتون رو نمیتونید مدیریت بکنید. خیلی سخته، مگه میشه از رسانه استفاده نکرد؟ این رپرزنتیشن، این بازنمایی اضطراب. مطالعات اجتماعی تکنولوژی، اساساً مطالعات تکنولوژی یکی از مباحث بسیار با ارزش در حوزه، یکی از شعبه‌هاش مواد مخدره. یکی از چیزهایی که الان در مطالعات مواد مخدر این Center for Universal Drug Researchers که خیلی معتبره در دنیا،
من خیلی ازش استفاده کردم، مطالعاتی داره که چطور مواد مخدر مثلا یه ترند هایی داره، مثلا زنانه میشه، جوانتر میشه، جهانی میشه، انواع مگا ترند ها داره. یکیش اینه که تکنولوژیک میشه، فراوری میشه. چطور میشه که مثلا تکنولوژی مواد مخدر رو فراوری میکنه و کمیکال و در واقع شکل حالت فراوری های صنعتی میشه. مطالعات طرد اجتماعی یک بحث بزرگی هست، مطالعاتی که اجتماعی که طرد میکنه، اجتماعی که دیگری میسازه، آدر درست میکنه، یعنی نه اینکه یک فردی نشسته اون بالا فقط سیستم دیگری سازه، غیریت سازه و در اینجا مدام اونایی که دیگری شدن این اضطراب‌های پیچیده شکل میگیره. مطالعات صلح، مطالعات جامعه شناسی تاریخی، مطالعات اجتماعی زبان از ویگوتسکی تا مطالعات زبان، چطور زبان بررسی میکنن که چطور این هیجان‌ها ساخته میشه. من حالا اون چیزی که خواستم یه مقدار منظم‌تر میتونه بشه، خیلی سریع، من از یک تقسیم بندی ریتزری میخوام استفاده بکنم. ریتزر اومده گفته که به طور کلی ما 4 تا پارادایم داریم برای توضیح امر اجتماعی. لطفاً توجه بفرمایید. کلاً 4 تا سرمشق به معنای تامس کون، سرمشق، پارادایم. ما 4 تا پارادایم داریم. تقسیم بندی ایشونه. برای اینکه یک امر اجتماعی رو، دسوشال رو، اینجا دسوشال چیه؟ اضطراب توضیح بدیم. میگه که یا امر اجتماعی رو میگیم as a real، یعنی چه؟ امر اجتماعی به مثابه یک واقعیت. دوم این که امر اجتماعی as a behavior، امر اجتماعی چیه؟ یک رفتاره. سوم امر اجتماعی as an interpretation، امر اجتماعی چیه؟ نه واقعیت، نه رفتار، بلکه یک تفسیره، یک معناست. و چهارم امر اجتماعی as a performance، امر اجتماعی یک عمل کرده، یک پرفورمانسه. اضطراب یک پرفورمانسه مثلا. توجه میکنید؟ حالا این رو برای اینکه خیلی مختصر بگم، مثلا اولی چی شد؟ امر اجتماعی به مثابه یک واقعیت. دورکیم اینجاست، مارکس اینجاست. دورکیم خودکشی کتاب خودکشی یکی از اولین کتاب‌های تکسای جامعه شناسی است. دورکیم هم به حسابی پدر جامعه شناسی نوینه. خب ایشون خودکشی رو به عنوان یه واقعیت بررسی کرده و توضیح داده که مثلا نظم مکانیکی جامعه فرانسه دیگه به هم ریخته و نظم ارگانیکی هم پیدا نکرده. این جامعه میگه بکش خودت رو. توجه میکنید؟ چون نظم مکانیکیش مال قبل بوده، قرن 19 قبل از قرن 19 بوده، حالا انقلاب صنعتی و روشنگری و قرن 19 میگه این جامعه باید یک نظم ارگانیک داشته باشه، نه نظم مکانیکی. یا مثلا مارکس چی میگه؟ ببخشید، مارکس میگه بیگانگی. مارکس میگه کارگری که کفش میدوخت در پای مردم اون کفش دوزا رو، استاد آقای لیتون میدونید که ما تو بازار من خودم خیلی زندگی کردم، اون کفش دوزها می نشستن وقتی خسته می شدن در پای مردم اون کفش ها رو می دیدن، می گفتن این کفش ها همان کفش هایی هستن که ما دوختیم. مارکس میگه الان کارگر از این کفش بیگانه است، از ابزار تولیدش بیگانه است، از سازمان، از کارخونه بیگانه است. این بیگانگی که مارکس مطرح کرده و اضطراب رو مثلا به عنوان یک واقعیت، زیربنا، روبنا، اقتصاد، مناسبات تولید بررسی کرد. دومی عرض کردم که امر اجتماعی به مثابه رفتار، از behavior. اینجا اضطراب یه رفتار اجتماعی است. حالا اینجا دیگه آقای دکتر خیلی من همسایه میشم با ایشون، چون مثلا واتسون، بیشتر فانکشنالیست ها، بیشتر کارکردگرایان اضطراب رو یک کارکرد میدونن، یک فانکشن میدونن، یعنی یک در واقع رفتاره. ببخشید همون محرک و پاسخ، همون واتسونی مثلا نگاه بکنید یا بقیه. چرا؟ چون مثلا آنومی، وضعیت آنومیک، یک رفتار آنومیک داریم ما از خودمون نشون میدیم. مثلا سیستم های سفله پرور، ببخشید سیستم های سفله پرور
اضطراب ایجاد میکنن برای کسانی که یه ذره بخوام بفهمن، چون سیستم سفله پروره و تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. حافظم اضطراب داشت. حافظ شاعر مضطرب ایرانه، مثلا کلا شعر حافظ شعر اضطرابه. و یا مثلا بقیه چیزا سیستم های حمایتی نیست و اینا، و همون اینگلهارتی که گفتم و بقیه. و سومین پارادایم اضطراب، گفتم از an interpretation، جامعه یک تفسیره. جامعه از زبان ما ساخته میشه، از معناهای ما ساخته میشه. من اینجا اومدم، اینجا یه معنایی داره. آقای دکتر حاتمی مؤسسه‌شون، استاد ملکیان، شماها برای من معنایی داره که پنجشنبه رو که مثلا یه روز تعطیله مثلا گذاشتم اومدم اینجا، یه معنایی داره. اگر همسرم مثلا همراهی کرده با من که من بیام اینجا، مثلا نریم مثلا بیرون یه کار دیگه بکنیم، براش یه معنایی داشته. پس یه تفسیر داریم که ما با اون تفسیر یا مضطرب میشیم یا آرامش داریم. هر دو یک تفسیره و جامعه با این تفسیرها و با این زبان ساخته میشه. در واقع چی به من میک سنس میکنه و چی نمیکنه. و اینجاست که اون تجربه عاطفی مثبت و منفی به وجود میاد که همون گالوپ رو ببخشید با نهایت. البته مثال برجسته‌اش بخواید بگید از این پارادایم کیه؟ ببخشید یه نفر حدس میزنه. جامعه شناسانی که جامعه رو به مثابه تفسیر دیدن. وبر، ماکس وبر که یکی از خوشه‌های نبوغه. وبر ایشون مسئله افسون زدگی یا قفس بوروکراسی یا افسون زدگی رو مطرح کرد که دنیای جدید افسون زدایی میخواد بکنه. از این جامعه‌ای که افسون داشت و ما مضطرب نبودیم، افسون میکرد ما رو، الان این جامعه دیگه افسون زدایی شده. ما دیدید که داریوش شایگان آخرش گفت بازم یک افسون زدگی جدید، چون بر مردم نمیخوان خیلی رشنال زندگی بکنن، چون افسون لازم دارن. افسون نمیشه اضطراب پیدا میکنن. این جامعه اضطراب داره. پس ببینید یک تفسیر از جهانه که استاد فرمودن که یا معنا نداره یا ناقص. استاد فرمودید که یا آشفته هست که توضیح خواهم فرمود و ما یاد بگیریم. به هر حال منم در اون قسمت‌های بعدی که اگر فرصتی سعادتی داشتم حتما درک دانش آموزی خودم رو میگم. به هر حال مثال وبر رو گفتم تا بگذارم اون گالوپ رو دوباره بگم، هرچند واقعا ناراحت کننده است. گالوپ گلوبال ایموشنز یه شاخص دوتایی داره، پازیتیو ایموشنال اکسپریانس و نگاتیو ایموشنال اکسپریانس. همین میاد به شهروندان یک به یک بررسی میکنه و میپرسه. یه روش‌های خیلی متنوعی داره، خیلی عجیبه که میپرسه شما 24 ساعت گذشته تجربه عاطفی مثبت چه تجربه های عاطفی داشتید در 24 ساعت گذشته، و بعد اونا رو میاد با دسته‌بندی که داره تجربه های عاطفی مثبت و تجربه های عاطفی منفی رو از هم جدا میکنه و بعد بررسی میکنه که هر یک از ملت ها بر اساس بررسی هایی که کرده اون حاشیه خطا داره، ولی به هر حال یه مطالعه است که میکنه که ببینه که تجربه کدوم ملت بیشترین تجربه های عاطفی منفی و کدوم بیشترین تجربه های عاطفی مثبت داشتن. حالا تجربه های عاطفی مثلا منفی مثل همون که آقای فرمودن ترکیب هایی از استرس، غم، عصبانیت، نگرانی توی اسکیل هاش وجود داره توی این گالوپ. ایران در چند سال اخیر متاسفانه با عرض معذرت جزو 10 کشور اولی بوده در ردیف سیرالئون، عراق و اینا که مردمانش بیشترین تجربه های عاطفی منفی در 24 ساعت گذشته داشتن. این یعنی اضطراب. البته من برای اینکه شما براتون مثلا در 2024 در داده های 2024 در 10 تای مثبت اول آمریکا نیست، در 10 تای مثبت اول اندونزیه. میخوام بگم یعنی اینطوری نیست که فکر بکنین کشورهای مثلا ثروتمند همون حتما بالا قرار گرفتن. چرا؟ دانمارک هم هست،
ولی آفریقای جنوبی هم هست. یعنی یک کشورهای توسعه یافته نسبتا موفقی تونستن شاد باشن. و در دهتای منفی هم که متاسفانه افغانستان است و لبنان است و عراق است و سیرالئون و اینا. پس چرا اینطوری میشه؟ چرا 40% طب ایسپا 40% استادان دانشگاه با استرس زندگی میکنن؟ طبق پیمایش اخیر ایسپا. چرا میانگین اختلالات در روانی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است؟ آقای دکتر حاتمی باید توضیح بدن. 55% هم در جوانانه. خب برسم به پارادایم 4. چرا؟ عرض کردم چون تفسیر ما از دولت عوض شد. دولت، کدام دولت؟ یادتون، البته شما که جوانان نه، استاد یادتونه یه درسی داشتیم در ابتدایی، این نان را چه کسی پخته است؟ نانوا، همان نانوایی که دوست ماست. این تفسیری که همان آسیابانی که دوست ما. این ساختمان قشنگ را چه کسی ساخته است؟ بنا، همان بنایی که دوست ماست. اینو ما در بچگی میخوندیم. یعنی دولت، قانون، دانشگاه. من دانشگاه که وارد شدم یک دانشگاه یوتوپیک بود، یعنی وارد مثل این که دامنه کوه هیمالیا میخواستم برم بالا. گفتم دانشگاه ها آکادمیه. الان دانشگاه یه فروشگاه مدرکه و یک چیزیست که الان شما آکادمی موازی میخواید داشته باشید، اونم پیدا نمی کنید و بعد و بقیه داستان‌های دیگه. تفسیری که از دانشگاه، از خیابان، از پارک، از دولت، از پلیس، از شهر، از آینده‌تون دارید، این مهمه. و برسیم پارادایم 4. پارادایم 4 چی بود؟ گفتیم از پرفورمنس، یک عمل کرد. البته این فقط در اضطراب نیست، من در اضطراب اینا مثال هاشو میدم. اینجا شاید اضطراب یک فیگور اجتماعی هم میشه گاهی. یعنی ما اگر اضطراب نشون ندیم خیلی آدم جدی نیستیم. باید خیلی خودکشی میکنن تا آدم جدی باشن. توجه میکنید؟ این البته خدای نکرده به این معنا نیست ها، بدانیم که خیلی هم پریشان و سانحه میبینن ها و همینجوری الکی خودشون رو نابود میکنن. اما حتی همونی که میخواد خودش رو اثبات بکنه چرا با خودکشی اثبات بکنه؟ اینجا یک اختلالی وجود داره. خیلی چیزا وجود داره که بچه ها خودشون اثبات بکنن. خب پس اینجا این عمل کرده که حالا اصلا اجازه بدید من آخر این بحثم یه ذره اینو بگم که گاهی ما واقعا عملگرایانه با اضطراب هامون سر میکنیم، با اینا زمستونمون رو سر میکنیم. واقعا ما عجیبیم، یه ملتی هستیم که یه مقدار اضطراب ها هم گویا اساسا شیرینی زندگی ما شده. با این اضطراب ها این هم یه نوع تفسیری، یه نوع عمله، یه نوع پرفورمنس ایرانی است. واقعا کسی الان به ایران بیاد بگه که شما با این همه مخاطرات، با این همه وضعیت اقتصاد، مردم به بهانه شادی میکنن. توی ماشینا من گاهی میبینم که میزنن میرقصن، یه بهانه پیدا میکنن شادی میکنن. هرچند بدبختی زیاده ها، ولی ببینید یک پرفورمنسه. با اضطراب زندگی میکنیم، یک عمله، یک پراگماتیستیه. توجه میکنید؟ این هم یک حالته که یک ناسازه هم در ایران هست. حالا این رو اساتید و شما برای من بیشتر توضیح بدید که مثلا ما درماندگی آموخته داریم، learned helplessness، هممون یاد گرفتیم که ما بلد کاری دیگه نمیتونیم بکنیم و از سوی دیگه طبق آخرین پیمایش های خیلی دقیق گلوب، نه گالوب، گلوب یک شاخصی داره که کدوم ملتی میل به موفقیت داره. پرفورمنس اورینتیشن، چقدر میل به موفقیت از طریق عملکرد داره. ایران یکی از بالاترین شاخص ها رو داره. مردمی که درماندگی آموخته دارن، ما یه ناسازه هستیم. ایران یک ناسازه است. من در اون سیامش که ما ایرانیان این رو تا حدی که درک دانش آموزی اجازه میداد توضیح دادم. ایران یه ناسازه هست. کسانی که ایران رو به عنوان یک سازه منسجم بررسی کردن به نظرم خیلی موفق نبودن در توضیح ایران. یکی از اونها هم همینه که گویا مثلا ما از یک سو
درماندگی آموخته، از یک سو هم پرفورمنس اورینتیشن خیلی بالا، مردم همچنان میخوان موفق بشن. و بعد مثلا از یک سو این مهاجرت ها ملتش همینه، یک علت مهاجرت های زیاد در ایران همینه. یا مثلا از یک سو ما یک جامعه هستیم، آقای دکتر میشه یه گرفتار تروما هم هستیم، یه تروما، یه ذهن زخم اجتماعی هم ما در ما هست، یعنی یک تروماتیک، یک احساس قربانی بودن، یک ترومای اجتماعی که بخش از همون اضطرابه. در کنار اون ما ویژگی‌های دیگری داریم که بچه‌هامون، دخترامون، پسرامون گاهی یک شادی‌های خیلی ساده‌ای هم برای خودشون درست میکنن. در رنج‌ها مغوطه میخوریم و با رنج‌هامون میرقصیم و رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. اینا در پس زمینه ناخودآگاه ادبیاتی ما و بانک فرهنگی ما هم هست. حالا من عرض کنم که بقیه داستان‌ها رو میگذارم. در واقع من تا اینجا اینجوری خلاصه میکنم که سعی کردم درک دانش آموزیم رو در این محضر علمی و گفتگویی از اضطراب درک به خدمت شما عرض بکنم و طبق خواسته‌ای که از من بود در واقع سعی بکنم اون اطلس دانشی که در حوزه اضطراب جامعوی، اضطراب جامعه وجود داره عرض بکنم و مثال‌های مختلفی گفتم. مثلا گفتم که وقتی سیستم‌های سفله پروره از یک طرف طفیلی‌گری به وجود میاد، از یک طرف اضطراب. این به اصطلاح به این صورت یا مهاجرت به بیرون میکنیم، یه مقاله‌ای دارم من، یا مهاجرت یا محجوریت، یا مهاجرت میکنیم اضطراب داریم، هومسیک داریم، مهاجرت. میدونید این مهاجران چه بدبختی هایی دارن؟ واقعا یکی از دانشجویان دکتری من روی این مهاجران کار کرده. آقای استاد عزیز، آقای دکتر، چه مشکلاتی اینا دارن، این دیاسپورای ایرانی چه مشکلاتی دارن در بهترین کشورها. یه زمانی من گفتم یه زمانی مهاجرت میکردیم به آرمانشهر، الان مهاجرت میکنیم به ویرانشهر و این یک مسئله هست، یک اضطرابه. ولی در این حال وقتی هم مهاجرت نمی‌کنیم محجوریت داریم. اینا همه داستان‌های اونها هستن. قسمت بعدی من در بحث بنده در واقع این خواهد بود که هم بیاموزم از دوباره بحث‌های استادان و شما و گفتگوها بیشتر و هم معیارهای جامعه آرام و جامعه مضطرب رو بگم، با تاکید بر این که آیا اساساً عصر دنیای امروزی ما اساساً دنیای مضطربه، ما اصلا در عصر اضطراب به سر میبریم. این به ادامه بحثی خواهد بود که یا امروز یا با امید فردا بتونم بلکه خودم رو به اشتراک بگذارم. خیلی متشکرم. ببخشید. خیلی ممنون.